یعنی تعلیم دادن لازم است برای کودکا محبت حضرت ابوبکر و حضرت عمر. صحابه ها حضرت انس هم گفتن که وقتی که ما شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که المرء من احب یوم القیامه من احب یوم القیامه، انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش هست، ما بسیار خرسان شدیم. حتی گفتن که یگان روز این خیلی خرسان نشده بودیم مثل آن روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدیم که انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش است. و ما گفتن حضرت انس رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، ابوبکر صدیق را دوست می‌داریم، حضرت عمر را دوست می‌داریم و امید می‌کنیم که روز قیامت همراهی اینها باشیم، اگرچه مثل اینها عمل نکردیم. مثل اینها عمل کرده نمیشد، لیکن به سبب محبتمان روز قیامت همراهی آنها میشیم. یعنی صحابه ها، تابعین، اینا همه بزرگ میشماریدن. بعد یک آدم‌های پیدا شد که نسبت اینها سخن‌های ناسزا میگفت.